بازم شیرینیش سلیقه‌ایه. پودر هلم بریزین، اینا رو قاطی کنین و گلابو کم کم بریزین، فقط در حدی که از حالت پودری در بیان، نباید اوقا شل بشه چون بعدم میجوشه از وسط خمیر میزنه بیرون. خاله حدود 22 سانت باشه خوب، از من یکم بزرگ بود. یک کم کفشو چرب کنین، خمیر رو 2 قسمت کنین، اون قسمتی که زیر باقلوای باید یکم بیشتر باشه، چون مواد و اینا رو روش پهن میکنیم، یکم فشار میدیم، ممکنه یکم نازک بشه. خمیر رو کف قالب پهنش کنین، صاف صوفش کنین. حالا مغزا رو بذارین، یکم فشار بدین منسجم بشن. اون نصف خمیرم روش پهن کنین، یکم با وردانه بکشین که بچسبه. حالا به هر شکلی دوست دارین برش بدین. چاقوتون حتما تیز باشه، از این کاترا باشه که خیلی بهتره. این کار رو با حوصله انجام بدین. بعدش یکم کره آب شده یا روغن جامد آب شده بریزین روش و بذارین تو فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه. حدوداً 20 تا 25 دقیقه میشه. از فر که در آوردین بذارین حدود چند ثانیه از اون داغی اولیه بیفته. شربت همدمای محیط رو بریزین روش و بذارین یه روز تو یخچال.